از مسجد زدم بیرون، دیدم یه چند نفر میخوان یه گاوی یا سواری نیسان کنن، نمیتونه. گفتم برید کنار، همه رفتن کنار. یه نگاه تو چشمای گاوه کردم، یه دستی کشیدم رو پیشونی گاو، دیدم گاو به راحتی سوار نیسان شد. یه جوونی اومد بهم گفت خدا خیرت بده، انشاءالله وقتی رسیدی خونه خدای خبر خوبی بهت بده. توی راه که داشتم می اومدم گفتم حاج محسن 2 رکعت نماز خوندی، ببین خدا چقدر به تو ارادت داره، تو رو دوست داره. اومدم تو خونه دیدم ببینم ننم هی داره میره این بره حیات اون بره حیات، زار گریه میکنه، مثل بارون بهار داشت گریه میکرد. گفتم ننه چه خبر شده؟ گفت ننه دیشب گاومون رو دزدیدن. یه لحظه به خودم اومدم گفتم خاک تو سرت کند، گاو تو رو شناخت تو گاو رو نشناخت.